سان زندگی آزادی. نرگس محمدی یک حامی زندانی حقوق زنان ایران برای مبارزه‌اش ضد سرکوب زنان در ایران برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 اعلان شد. 6 اکتبر کمیته نوبل نروژ گفت جایزه امساله نوبل برای صلح اینچنین است تلاش‌های صدها هزار مردم ایران قدردانی می‌کند که مخالفت خود را با رژیم تبعیض‌آمیز ایران به نمایش گذاشتند. شوهر خانم محمدی این خبر را در پایتخت فرانسه شنید. این جایزه به جنبش مهسا یعنی زن زندگی آزادی داده شده که نرگس به عنوان یکی از چهره‌های این جنبش به اصطلاح این جایزه دریافت کرد. این جایزه در حقیقت مال همه مردم ایرانه و به خصوص برای فعالان حقوق بشر و همه کسایی که در راه دموکراسی، برابری مدنی و آزادی در ایران فعالیت می‌کنند. اعتراضهای ضد حکومتی در این کشور پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله شروع شد. این دختر جوان بعد بازداشتش برای نقض قاعده حجاب پوشی در شرایط مرموز درگذشت و این حادثه صدها هزار ساکن ایران را به خشم آورده بود. هدف من رسیدن به صلح و حمایت حقوق انسان است. من تصمیم گرفتم برای رسیدن به آن بیشتر تلاش ورزم. باور دارم با کوشش‌های یکجایی حضور در ایران و دستگیری حامیان حقوق ما پیروز می‌شویم. نرگس محمدی دومین زن ایرانی است که صاحب جایزه صلح نوبل می‌شود. با حکم دادگاه ایران محمدی به مدت 12 سال زندانی شده است.